کلم الله موسی تکلیما. الله با موسی علیه السلام بدون واسطه گپ زده است. گپ زدن میگوییم وقتی کلام، این کلمه کلام و تاجیکی گپ زدن. هنگامی که ما گپ زدن گفتیم یک ذاتی که دهان دارد، زبان دارد و فکر دارد و فکرش رو از قلب اینجا جاری میکند و گپ میزند. برای الله این چیزها رو نسبت، این وصفهای بشر است، وصفهای ما و شما است. ما محتاجیم که برای گپ زدن زبان داشته باشیم، محتاجیم که دهان داشته باشیم، محتاجیم که یک عقل داشته باشیم که چیزی را که گفتنی هستیم فهمیم یا که در ذهن خود، در قلب خود حاضر کنیم، تیار کنیم. این وصفهای ما است، برای که ما عاجز هستیم. بدون این چیزها ما گپ زدن نمیتونیم. لیکن الله از این چیزها منزه است. الله از صفت احتیاج منزه است. الله محتاج نیست، بنده ها محتاج هستند. هر چیزی را که فکر میکنید در آن یک وصف احتیاجمندی باشد، از الله این وصف را چی میکنید؟ نفی میکنید، دور میکنید. اللهی که مسلمان اعتقاد میکند تاج نیست، غنی هست. بله،